سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو از کانال یوتیوب مستر امیر. تو این ویدیو اومدیم که با هم ترجمه تسکار داشته باشیم. خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید و بریم سراغ ایونت ها. توی بخش دومی که میریم وارد بخش تسکار میشیم و توی بخش اول یعنی استاندارد رو از اینجا شروع میکنیم و میریم حالا پایین. تو این بخش چیز خاصی نداره. اول که میتونید شما روزانه یک باکس رو دریافت کنید و اون ست های دیگر رو هم با بازی کردن 3 مچ حالا مولتی که راحت تر از خودشون دریافت کنید. و بخش دوم بخش هفتگیه که فعلا دوستان هفته اول فقط بازه، هفته دوم که باز چه براتون ویدیوشو میذارم. دوستان داخل اولی گفته که 1 روز داخل بازی لاگین کنید، داخل دومی گفته که 3 روز داخل بازی لاگین کنید، داخل سومی هم به ما گفته که 5 دست رنک مولتی پلی کنید. دوستان خیلی آسونه، اینو راحت انجام بدین. داخل بعدی گفته که داخل مچ بتل موومنت بزنید، سول بخورید انگار یه جوری. بعد داخل پنجمی هم گفته که داخل مچ بتل 5 بار از ایدراپ یعنی ایدراپ رو باز کنید. داخل ششمی هم به ما گفته که 3 بار بتل رویال گان اسنایپ بردارید. داخل هفتمی هم به ما گفته که 800 تا دمیج داخل مچ مولتی یا بتل بزنید. دوستان خب حالا هفته دوم که باز چه برای براتون ویدیوشو میذارم. داخل بخش اسپشیال که میبینیم همون اول با همین صفحه رو میشیم. 3 تا تاسک داره که انجام میدید و خب خیلی آسونه، کاری نداره. اولی گفته که فقط 1 روز داخل بازی لاگین کنید، داخل دومی هم گفته که 2 روز لاگین کنید و داخل سومی هم گفته که 3 و 4 و 5 بار داخل بازی لاگین کنید که چیز خاصی نداره. اما داخل چهارمی گزینه اکسچنج میتونید شما با این پوینت هایی که دریافت کردید تا هر چقدر از این پوینت داشته باشید باکس بخرید و برای یکی سریفته این متیگتون پازل جمع کنید. خب داخل این مچ اینجا بچه ها خب داخل اینجا گفته بچه ها توی اولی به ما گفته که 6 بار از کلاس دیفند استفاده کنید و داخل دومی هم به ما گفته که 6 بار از کلاس دسپرادو استفاده کنید که خب خیلی آسونی میتونید داخل بتل استفاده کنید و این امتیازات دریافت کنید. حالا کلاس دیفند و دسپرادو کدوم هستن؟ داخل بخش کلاسر ها که بیاید توی بخش دیفند دوتاشون هم همونجا، اولی دیفند دوستان و دومی هم دسپرادو که کلاس خوبی هستن. دوباره وارد بخش ایونت ها میشیم و توی گزینه بعدی به ما گفته که دوستان چه کار باید بکنید. 1 بار دوستان بتل مچ بازی کنید، چیز خاصی نداره. و داخل بعدی هم گفته 1500 تا شلیک بکنید داخل مچ بتل. دوستان من اینا رو براتون کنار صفحه می‌نویسم، اگه خواستید راحت اسکرین شات بگیرید و انجام بدید. خب توی بخش بعدی بهمون گفته که توی اولی گفته که 1 مچ مولتی بازی کنید توی روز ساتردی و توی دومی ما گفته که 1 دست بازی کنید مولتی دوباره توی ساندی و توی سومی ما گفته که 1 دست بتل رویال بازی کنید توی روز ساندی و توی چهارمی و آخری هم به ما گفته که تو روز ساتردی یه دونه مچ بتل بازی کنید دوستان و چیز خاصی نداره. این بخش هم دوستان زیاد چیز خاصی نداره، ولی خب اگه خاصی میتونیم بگیم براتون ویدیوشو بذارم. داخل بخش بعدی دوستان بخش کمیک ها هست که خیلی آسونی دوستان. شما چند تا تاریخ داره
تو این تاریخ ها براتون کمیک های باز میشه، با نگاه کردنشون میتونید جوایزش رو خیلی راحت دریافت کنید. حالا بخش کمیک ها کجاست؟ داخل بخش بتل پس که وارد چید اون پایین سمت چپ میتونید رو بخش کمیک بزنید و کمیک ها رو نگاه کنید دونه دونه و جوایزش رو خیلی راحت دریافت کنید که یکی از جوایزش هم چیز خوبیه. یه دونه کارت برای گردونه زدن خیلی خوبه، با یه دونه سی پی میتونید یه بار گردونه رو بچرخونید. خب دوستان داخل این بخش شما این بخش دوستان این ایونت برمیگرده به یک مپ داخل مولتی. حالا الان بهتون نشون میدم. دوستان اینجا تو بخش دوم که بیاید دوستان باید این مپ رو بازی کنید و خب یه ویدیو جداگانه براتون میذارم، احتمالاً یه شورت ویدیو بذارم که راحت ببینید و یه ویدیو جداگانه براتون میذارم براش. دوستان این بخش برمیگرده به گان XM4 که جدید اومده و شما میتونید از داخل بتل پس به صورت رایگان دریافتش کنید بدون خرج کردن کاملا. خب فقط بهتون نشون بدم که کجا میتونید دریافتش کنید. داخل بتل پس اینجا فری هست این گان، میتونید راحت دریافتش کنید. خب بریم سراغ تسکاش که بگم بهتون چیه. دوستان توی اولی به ما گفته که 5 تا کیل بگیرید با گان XM4 با 4 تا اتچمنت که دوستان این اتچمنت رو براتون گوشه تصویر میذارم و خواستید بردارید، اتچمنت خوبیه. داخل دومی به ما گفته که 20 تا کیل بگیرید با گانهای دسته اساس رایفل به صورتی که هدشات بشه دوستان. داخل سومی هم به ما گفته 30 تا کیل بگیرید به صورت عادی با دسته همون اساس رایفل و آخری هم گفته که 2 بار مدال این مدالی که نوشته رو توی مش مولتی به دست بیارید که حالا جلوتر بهتون مدال رو نشون میدم. خب دوستان اینم از مدال که به دست بیارید. همزمان با آپلود این ویدیو من آموزش گرفتن این مدال هم براتون توی شورت ویدیو میذارم. بعد دیگه تموم شد و داخل حالا این بخش میتونید از بخش اکسچنج با این پوینت هایی که دریافت کردید یک اسکین رایگان و 2 تا گان اپیک رایگان رو هم بگیرید. تو بخش دوم یه پروفایل و یک قاب و کلا چیزای خوبی میتونید ازش بگیرید و تو بخش آخری هم میتونید 5 بار از این باکس کموی جدید استفاده کنید و این 2 تا گان لژند رو برای 1 روز دریافت کنید که به نظر من اول از این استفاده کنید، 5 بار این باکس رو بگیرید که پوینت هاتون جمع شه برای یک 117 متیک و حالا اون 2 تا گان لژند دیگه. این کمو هم دوستان واقعا کموی خوبیه، حتما دریافتش کنید و خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و چنل رو هم ساب کنید دوستان. خیلی ممنون، خدا نگهدار.